استاد میگد من 3 سوره میدانم و همه نمازهایم را با همینها میخوانم. آیا من نزد خدا گناهگارم؟ برادران عزیز، با نماز خواندن و با این 3 سوره مقصد شما نمازها را ادا کردن، هیچ وقت شما گناهگار پیش الله نمیشین. انشاءالله شما اجر میگیرین، شما ثواب میگیرین، زیرا که شما عبادت کردین. ولی حرکت کنین که عدد سوره ها را زیاد کنین. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان درست، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و این چنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج می‌برید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس برایید. خب سوال دیگر کردن، گفتن استاد عزیز نماز را در مسافرت با آدمان همانجا جماعت خوانیم یا تنهایی فقط قصر را خوانیم؟ نماز را در مسافرت با آدمان همانجا جماعت خوانیم یا تنهایی فقط قصر را خوانیم؟ وقتی شما یک جای سفر میکنین که حکم مسافر را میگیرین، مثلا در مذهب خودمان گوییم حساب 90 کیلومتر. وقتی که شما از خانه‌تان اراده میکنین که من فلان شهر میرم یا فلان جا مقصد استراحت میرم یا فلان جا شکار میرم، همین مسافه طی کردگی تو 90 کیلومتر است. الکی مادامی که همین مسافه 90 کیلومتر باشد، شما از داخل همین شهر که بیرون شدین الکی مسافرین. شما اون رهبره نمازهایی که عبارت از 4 رکعته باشن، مقصد من نمازهای فرضه، 4 رکعت فرض پیشین، 4 رکعت فرض عصر، 4 رکعت فرض خفتن، اینها مقصد 2 رکعتی خوانده می شود. بسیاری برادران میگن نیتش چگونه است؟ نیت کردن بگذارم 2 رکعت فرض پیشین. قصر گفتن در کار نیست. این قصر خودش به معنای آمده است که شما نماز قصر کنین، یعنی نماز کوتاه کنین. کوتاه کردنش میگه که 2 تاشا میگیری، 2 تا دیگه‌اش میگیری. ایستادن تو چی مقداره؟ اگر تا 15 روز باشه تو مسافری، تا 15 روز، یعنی نمازهای 4 رکعت را 2 تا میخوانی. 3 رکعت فرض شام مثل خودش 3 رکعت باقی میمونه. یا در اطراف سنتاش اگر سفری مقصد بسیار سراستیمگی داشته باشی، میتونی که اون فرض خوانی سنت‌ها را ترک کنی. لیکن اگر امکانیت و شرایط و فراهمیت خوب باشد، سنت‌ها را همون مثل خودش میخوانی، انشاءالله اجر و پاداش میگیری. زیرا پیامبرم در سفر، علاوه خصوص در فتح مکه، حدیثا برای ما و شما میگد که نماز ضحی را خواندن که از زمره نمازهای نافله بودن، یا اشراق میگیم یا سر آفتاب میگیم. برای همین یعنی در سفر هم نافله خواندن این از سنت پیغمبرامون حساب میخورد. برای همین سنت ها را اصل خودش میخونه. البته مقصد شما اگر تا 15 باشد، لیکن مقصدی تو از 15 زیاده، یعنی 16 روز است یا 20 روز است یا زیاد است، انا اینجا ده شما الکی در راه قصر خواندین، اونجا رفتن ده نمازها را دیگه پره میخونین. زیرا شما یعنی همچو آدمی همونجا حساب میخورین، مقیم حساب میخورین، زیرا نیت شما ای 15 روز زیاده. ولی اگر
شما رفتین و نیت شما تا 15 بدین مسافر یا در راه رفتین در یک مسجد و جماعت دایره کردین، ای پشت امام همون منطقه شما نمازها را پره میخونین. این خیلی نشود که با 2 رکعت خوانی و سلام بتی و اونا دوام دادم این نماز تو باطله. از پشت امام همون منطقه تو پره میخونی. اگر به شرطی که از خودتون یک کس پیش بدرویه جماعت نباشد، این حالت شما نماز قصر میخونین، یعنی 2 رکعت میخونین. اگر خود تنها هم خوانی خود هم 2 رکعت میخونی، زیرا تو مسافری. یک شخص با تنهایی نماز خوانده ایستاده باشد، ما میتوانیم که از 2 یا 3 رکعت فرض با او جماعت نیت کنیم. یعنی شما میوین که یک نفر در مسجد نماز خوانده است، در همین حالت شما در حال از پشت وی نیت کنید، یعنی نیت میکنین الله اکبر میگین. اون نفری که البته خود تنها میخوان، وقتی که شما الله اکبر گفتین وی نیت شما را میکند که الکی در پشت من نفر اقتدا کرده است. اگر در 2 باشد، در 3 باشد، در 4 باشد، شما البته میتونین و میتونین یک طرف وقتی که شما نفر نماز خوانده است باید حتما واجبه در گردنتون که با وی اقتدا کنین. وقتی وی که سلام داد شما در دوام نماز میفهمین که چند رکعت از او دیر کردین، 1 رکعت باشه یا 2 رکعت باشد، خسته بعد او که سلام داد شما سلام نمیتین، شما خسته نمازهای مثال 1 رکعت یا 2 رکعت دوام میتین. او سلام داد شما سلام نمیتین، میخیزین با همون نیت بستگیتون سوره فاتحه را میخونین، زمی سوره را میکنین و مقصد چیکار میکنین؟ اگر 1 رکعت دیر که باشین میشینین التحیات قدی دروداش میخونین، 2 طرف سلام میتین. اگر 2 رکعت دیر کرده باشین وقتی 1 رکعت خوندی میخیزی باز سوره فاتحه را میخونی، باز زمی سوره میکنی، میشینی، انا بعد 2 رکعت بعد التحیات قدی دروداش میخونی، سلام میتی. اگر به شرط 3 رکعت باشد 3 رکعت باز میخیزی برای 3 باشه. همین طریق بعضیا میگن که وقتی اگر مثلا 2 رکعت دیر کرده باشی باید 1 تا بخوانی بشینی التحیات بخوانی بعد با بخوانی، اینش هم هست. لیکن این صورتی که من گفتم اینش برای شما آسان تره و انشاءالله درسته، یگان زیان به نماز شما نداره. یک مسئله دیگر هم همینجا گویم، وقتی آمدین در حال مثال الله اکبر فراموش نکنین، آمده در حال دستاتون نبندین، زیرا الله اکبر گفتن همینجا فرضه. اگر همین را نگین شما نمازتون درست نمیشه. الله اکبر میگه دیر شده حساب میکنه. او رکعت بعدی سلام دادن امام تو چیکار میکنی؟ ادا میکنی. استاد جان، من در روسیه وقتی که از نزد مسجد روس ها میگذرم لا حول ولا قوة الا بالله میگویم، آیا این کار من خطا هست؟ یعنی برادر ما از پیش همون گویم انا معبدهایی که مردم نصرانی در اونجا عبادت میکنن هرگاهی که میگذشته است لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگفته است. آفرین، بسیار کلمه زیبا، بسیار کلمه خوب. یا اگر گذشتینم شما میتونید که الحمدلله رب العالمین بگین. حمد و ستایش تو را ای پروردگار عالمیان که مرا از اهل هدایت گردانیدی. یا میتونین الحمدلله الذی، شما میتونین گوین که حمد از برای ذاتی که مرا از نعمت اسلام برخوردار گردانید. میشاید هیچی باقی ندارم. لیکن اینا معنای نفرت ندارن.
اینها معنی فقط جای شکرگزاری است که الله مهربان ما را مقصد راه مونه به سوی مسجد کرد. حضرت مولای میگو به شکر نعمت سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. چی جانها کند تا تو یافتی راه، صنم بگذاشتی بگزیدی الله. الله را سپاسگزاری کو که مقصد نه بت پرست شدی و نه آدم پرست شدی و بین یعنی تو الله پرست شدی. این شکرگزاری الله را بکنی. استاد میگد من 3 سوره میدانم و همه نمازهایم را با همینها میخوانم. آیا من نزد خدا گناهگارم؟ برادران عزیز، با نماز خواندن و با این 3 سوره مقصد شما نمازها را ادا کردن، هیچ وقت شما گناهگار پیش الله نمیشین. انشاءالله شما اجر میگیرین، شما ثواب میگیرین، زیرا که شما عبادت کردین. ولی حرکت کنین که عدد سوره ها را زیاد کنین، زیرا اگر نماز 4 رکعته باشد در هر کدام او یک سوره الهیده خوانین، این بهتر می شود از اویی که تو مجبوری که یک سوره را مثال در رکعت 4 با تکرار بخونی. اگر چی قدر آدم پیرانسالی باشه که دیگر هیچ امکانیتی در ذهن تو گرفتن نباشد، خیلی یک عذره دیگه وقتی اگر قدرت و تواناییت باشد در این کار هیچ وقت تنبلی نکن، هیچ وقت به اهمیتی نکن. حرکت کن که سوره های قرآن زیاد حفظ کن تا در نمازها از هر سوره ها بخوان، با انشاءالله ایره ثوابش و با ایره اجرش بالاتره.